سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران به روسیه به پایان رسید. در دیدار او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه همکاری‌های دو کشور و به خصوص مناقشه در سوریه بررسی شده است. دو طرف همچنین از سازش اتمی ایران با قدرت‌های جهانی حمایت کردند و از همه طرف‌ها خواستند که این سازش را رعایت کنند. سفر حسن روحانی بار اول است که به روسیه در دوران ریاست جمهوریش صورت میگیرد و درباره نتیجه آن صحبت داریم با همکارم مهتاب وحیدیراد از رادیو فردا. مهتاب، به برنامه ما خوش آمدید. و نخست میگفتید که سفری حسن روحانی به روسیه چه نتیجه مشخص داد، کدام قراردادهای به امضا رسیدند؟ بله، دیروز حسن روحانی و ولادیمیر پوتین در کاخ کرملین با هم دیدار داشتند. در این دیدار 14 سند همکاری امضا شد در زمینه‌های کنسولی، اقتصادی، بازرگانی، علمی، فرهنگی و به طور کلی سیاسی. در تمام زمینه‌ها این سندها امضا شد. حسن روحانی گفت که این دیدار امیدوار هست نقطه عطفی باشه در روابط دو کشور و دو طرف تاکید کردند که گسترش روابط بین تهران و مسکو از برنامه‌های آینده بین این دو هست. و طوری می‌دونیم روسیه و ایران در مسائل خاورمیانه با هم همکاری زیاد دارند و در این شرایط پیچیده در خاورمیانه از جمله در سوریه که دو طرف از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه حمایت می‌کنند، چی از هم انتظارات دارند؟ مثلا روسیه در این شرایط پیچیده از ایران چی توقع دارد؟ بله، همونطور که شما هم گفتین، ایران و روسیه از متحدان اصلی بشار اسد هستند و مواضع یکسانی دارند تقریبا در مورد بحران سوریه. دیروز محمد جواد ظریف که همراه با حسن روحانی به مسکو رفته بود، یک گفتگویی کرد با خبرگزاری رویترز و در این گفتگو تاکید کرده بود که اگر روسیه بخواد از پایگاه‌های نظامی ایران استفاده بکنه، مورد به مورد ایران میتونه این رو بررسی بکنه و دقیقاً گفته بود که اگر روسیه بخواد برای مبارزه با تروریسم از پایگاه‌های نظامی ایران برای حمله به مواضع تروریست‌ها در سوریه استفاده کنه، احتمال داره که ایران مورد به مورد این رو بررسی بکنه و خب قبلا هم این سابقه داشته. وزارت دفاع روسیه تابستان گذشته اعلام کرده بود که یک بار از پایگاه نظامی نوژه در همدان استفاده کرده بود برای اینکه جنگنده‌هاش برن و مواضع به گفته روسیه تروریست ها رو بمباران کنند در سوریه. و انتظارات ایران از روسیه چه هست؟ ببینید، روابط اقتصادی ایران و روسیه بسیار گسترده هست و بعد از قضیه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران این روابط گسترده تر شد. همونطور که ولادیمیر پوتین دیروز در دیدارش با حسن روحانی گفته بود که در سال گذشته تنها 70% رشد داشته روابط تجاری بین دو کشور و اینو گفته بود که در شرایط اقتصادی کنونی میتونه یک استثناء به حساب بیاد بین دو کشور این همه روابط تجاری. و خب علاوه بر این روابط بازرگانی و اقتصادی، موضوع برجام هست، موضوع توافق هسته‌ای ایران که خب میدونید الان با روی کار اومدن دولت جدید آمریکا، ایران در فشار قرار گرفته و دونالد ترامپ از منتقدان جدی توافق هسته‌ای هست. صحبت هست در واشنگتن که تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال بشه. بنابراین ایران به یک پشتیبان قوی در منطقه نیاز داره و خب چه بهتر که این روسیه باشه. ضمن اینکه ایران برای ادامه برنامه هسته‌ایش نیاز داره به روسیه، به خاطر اینکه قراردادهای زیادی بین ایران و روسیه امضا شده، از جمله قراردادی که شرکت روس اتم داره با تهران برای فاز 2 نیروگاه بوشهر که یه پروژه 10 ساله هست و خب سرمایه گذاری در زمینه انرژی هست که روسیه کرده در ایران و قرار هست که این گسترش هم پیدا کنه. بنابراین اینقدر روابط سیاسی و اقتصادی تهران و مسکو پیچیده هست و در هم تنیده است که خب دو کشور نیاز دارن که هرچه بیشتر روابط نزدیک خودشون رو با هم حفظ کنن. تشکر. همکارم مهتاب وحیدیراد از رادیو فردا با ما صحبت میکرد. تشکر مهتاب.